احمد سهیل حسن زاده، مبارز 28 ساله افغان و عضو سازمان UFC به اتهام ارتکاب اعمال جنسی علیه کودک زیر 14 سال در ایالت کالیفرنیای آمریکا بازداشت شده و زندانی شده است. روزنامه ساکرامنتو بی گزارش داده که این مبارز افغان روز جمعه 18 اپریل پس از دریافت حکم بازداشت خود را به پلیس ساکرامنتو تسلیم کرد و ساعت 2:20 بعد از ظهر روز شنبه به زندان اصلی ساکرامنتو منتقل شد. انتظار می رود مرحله بعدی محاکمه او روز سه‌شنبه 2 ماه ثور برگزار شود. قرار بود حسن زاده روز شنبه هفته آینده در سازمان معتبر UFC مبارزه کند، اما گزارش شده است که سازمان UFC پس از مطرح شدن این اتهام قرارداد خود را با حسن زاده لغو کرده است. پلیس ساکرامنتو با اشاره به ماهیت حساس پرونده جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده، اما تایید کرده است که بازداشت او پس از تحقیقات صورت گرفته که از اوایل سال گذشته آغاز شده بود.